سلام بچه ها. یک از این رپرهای دری نظمش آبومه چیه خود مثلا بین افغانی خود بالا بالا میکنه. من گمه در اروپا صاحب منصب هستم، از این گپا پیسه دار هستم و ما که میفهمیم بچهش تو کی هستی، راننده دیاهل هستی، پستالی سوسو میبری. او چیزی بدی نیست، کار که آر نیست، ولی خود بالا بالا بودی خوب نیست. خب ما که میریم تو چی کاره هست بچهش در ایران چی کاره بودی، پس خود بالا بالا نکن بین هموطنهای خوب باشه. خواندنهایت هم دیدیم، این چهره آسیایی بدن آفریقایی چیه. خواهشان شرور نخواه، یه چی بخواه که مردم کیف کنه. خب حالا من که رپر نیستم ولی یه جوابت میدم خودت کیف کن. میگه شاه رپ دریه اصلش دلغه که مجازیه، 2 روز در اروپا آمده میگه بین پیسه دارا اولیه. بیشی بچش ابوم ابوم، ما که میدانیم راننده دیهایل هستی و سفارشا رو میبری در خانه. همه فرست لایت کس شر است داخل موتر است و سفارش منم یادت نره که کاندوم است بیاری در خانه. انعامتم بهت نقل میتون بری بگیری تو چسبک با یه ودکا، بری بگی منم مثل اون رپر دیوانه. آبوم آبوم، یه وقت نیفتی از اون باری پشت بوم بوم. سیکتیر بابا.